توی دفتر وکیلتون نشستید، خودکارتون رو روی کاغذ گذاشتید و آماده اید تا قرارداد خرید خونه نوسازتون رو امضا کنید. خب تو همین لحظه نماینده دولت وارد اتاق میشه، یک کیف دستی روی میز میذاره، درش رو باز میکنه و $130,000 پول نقد رو تحویل شما میده. راستش شبیه فیلم‌های هالیوودی به نظر میاد. دقیقاً. ولی خب این اساساً همون چیزیه که دولت آنتاریو برای حذف 13% مالیات پیشنهاد داده. میخوایم ببینیم این سیاست چطوری میتونه تا $130,000 به شما یعنی خریدار کمک کنه. و باید تأکید کنم که وقتی داشتم این خبر رو تحلیل میکردم کاملا مشخص بود که این فقط یک خبر اقتصادی ساده نیست. یعنی ما با یه تغییر سیاست خیلی بزرگ روبرو هستیم که مستقیم روی رویای خونه‌دار شدن و کل اقتصاد تأثیر میذاره. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو بیشتر باز کنیم. حالا که میدونیم یه تغییر بزرگ تو راهه، باید دقیقاً بفهمیم این پول چطور محاسبه میشه و به چه کسایی میرسه. آره، دونستن این اعداد و ارقام خیلی مهمه. راستش خرید خونه تو این بازار مثل بالا رفتن از یک کوه با یک کوله پشتی خیلی سنگینه. مالیات 13% همون وزنه‌ایه که دولت تا الان به این کوله پشتی اضافه میکرد. حالا دولت پیشنهاد داده که خودش تا $130,000 از این بار رو به دوش بکشه. بیایید این رو ساده کنیم. این قانون برای خونه‌هایی تا ارزش $1,000,000 شما 13% رو کلا نمیدید که حد اکثر تخفیفش میشه $130,000. پس اگه خونه‌ای که من میخرم مثلا $1.2 باشه چی؟ برای خونه‌هایی با ارزش بین 1,000,000 تا $1,500,000 این سقف تخفیف $130,000 حفظ میشه. یعنی شما همچنان اون $130,000 رو میگیری. یعنی تخفیف رو از دست نمیدی. اما برای خونه‌های بالای $1,500,000 داستان عوض میشه. این تخفیف به صورت نسبی کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ و چقدر کاهش پیدا میکنه؟ یعنی برای خونه‌های 1.8 تا $5,000,000 و بالاتر به حد اکثر $24,000 میرسه. همون چیزی که قانون قبلی بود. خب اینجا یه سوال پیش میاد. چرا دولت دقیقاً روی عدد $1,500,000 پافشاری کرده و تخفیف رو بعد از اون کاهش میده؟ ببینید، چیزی که اینجا جذابه اینه که این سقف‌گذاری نشون دهنده واقعیت هزینه‌های مسکن تو خیلی از شهرهای اونتاریو است. یعنی دولت تو تلاشه تا به طبقه متوسط و کسایی که واقعاً برای خرید خونه اول یا تأمین مسکن نیاز به کمک دارن بیشترین سود رو برسونه، نه لزوماً خریداران املاک لوکس. ولی خب کاهش مالیات به معنای کاهش درآمد دولت نیست. این یه مشارکت با دولت فدراله. سهم اونتاریو از این معافیت مالیاتی حدود $1.4 و کل تخفیف مالیاتی مشترک استانی و فدرال نزدیک به $2.2 میلیارد. پس چرا دولت حاضر از میلیاردها دلار چشم‌پوشی کنه؟ راستش به گفته داگ فورد نخست وزیر و پیتر بتون وزیر دارایی، دلیل این کار مقابله با عدم قطعیت اقتصادیه. نتیجه این کار قراره چی بشه؟ دولت پیش بینی میکنه این طرح باعث افزایش ساخت خونه‌های نوساز تو سال آینده خواهد شد و از 21,000 شغل حمایت میکنه و رشد تولید ناخالص داخلی اونتاریو رو $2.7 میلیارد افزایش میده. خب همه اینها به چه معناست؟ بذارید من یکم نقش وکیل مدافع شیطون رو بازی کنم اینجا. آیا واقعا دادن تخفیف مالیاتی به خریداران باعث میشه سازنده‌ها خونه‌های بیشتری بسازن یا فقط تقاضا رو تو بازاری که از قبل کمبود عرضه داره داغ‌تر میکنه؟ این دقیقاً همون نگرانی اصلیه. ولی اگه بیشتر توجه کنی، تمرکز دولت روی ایجاد یک شوک مثبت تو بازاره. ببینید، با کاهش هزینه نهایی برای خریدار قدرت خرید بالا میره. این یه سیگنال قوی به سازنده ها میده که خریدارانی با توانمندی بالا توی مارکت هستن. پس سازنده هم انگیزه پیدا میکنه. این تقاضای جدید ریسک شروع پروژه‌های جدید رو برای سازنده تسهیل میکنه و اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه، چون این یک راهکار دائمی نیست. این خیلی نکته مهمیه. این یک گسترش موقتی 1 ساله است، از اول اپریل 2026 تا 31 مارس 2027. این یه پنجره فرصت موقت و شرط اصلیش هم اینه که خونه باید به عنوان محل اقامت اصلی یا ملک اجاره‌ای مسکونی استفاده بشه.
یعنی نمیتونیم بخریمش خالی بمونه بعد گرونتر شد بفروشیم، نه. و زمانبندی هم خیلی دقیق محاسبه شده. مثلا برای خونه های اصلی قرارداد باید تو همین بازه 1 ساله امضا بشه. ساخت و ساز تا 31 دسامبر 2028 شروع بشه و تا آخر سال 2031 تکمیل بشه. راستش این پیچیدگی توی تاریخ‌ها کاملا عمدیه. این یه مکانیزم برای جلوگیری از سفته بازیه که دلال‌ها وارد بازار نشن. دولت میخواد مطمئن بشه که این پول به خونه‌هایی میرسه که واقعا ساخته میشن و به دست مصرف کننده نهایی یا مستاجر میرسه، نه کسایی که فقط روی کاغذ خونه میخرن و میفروشن. و این منطقیه. ولی اونتاریو که این کار رو به تنهایی انجام نمیده. پای فدرال و البته شهرداری ها هم در میونه. اگه این تصویر رو بزرگتر بسازیم میبینیم که مشارکت فدرال بخش 5% مالیات رو پوشش میده که البته نیازمند تصویب قانون فدراله و این هماهنگ شده با تاریخ اجرای قبلی دولت فدرال، یعنی 20 مارس 2025. و فراموش نکنیم که اقدامات قبلی دولت شامل حذف کامل 8% سهم استانی برای خونه‌های اجاره‌ای که باعث شده شروع ساخت املاک اجاره‌ای از 18,000 به نزدیک 24,000 تو سال 2025 برسه. این نشون میده که این محرک‌ها جواب میدن و در کنارش سرمایه‌گذاری زیرساختی بی‌سابقه‌ای هم در جریانه. منظورم برنامه 4 میلیارد دلاری زیرساخت مسکن شهریه و صندوق 1.2 میلیارد دلاری ساخت سریعتر. این صندوق به شهرداری هایی که توی کلنگزنی سریعتر عمل میکنن پاداش میده. ببینید استان و فدرال دارن مالیات خودشون رو میبخشن، حالا توپ رو انداختن تو زمین شهرداری ها و از اونا میخوان هزینه های توسعه رو کم کنن. چون همونطور که شما هم میدونید وقتی به قیمت یه خونه نگاه میکنید در واقع دارید لایه‌هایی از هزینه‌ها و مالیات‌های 3 سطح مختلف دولت رو میبینید و اگر شهرداری‌ها این هزینه‌های توسعه رو کم نکنن این تلاش‌های استان و فدرال ممکنه کاملاً بی‌تأثیر بشه، چون اون هزینه‌ها به تنهایی صدها هزار دلار به قیمت خونه اضافه میکنه. پس این یه جور فشار از بالا به پایینه برای همکاری همه بخشا. خب بیایید این رو یه جمع‌بندی کنیم. ما امروز درباره تخفیف تا 130,000 دلار صحبت کردیم. یه بازه زمانی دقیقاً 1 ساله و یک تلاش 2.5 میلیارد دلاری برای نجات رویای خونه‌دار شدن و تحریک اقتصاد. ولی خب این موضوع یک سوال مهم رو به وجود میاره که باید بهش فکر کنیم. ببینید دولت‌ها در حال حاضر میلیاردها دلار از درآمدهای آینده خودشون رو قربانی میکنن تا یه شوک به بازار وارد کنن. اما سوالی که شما باید بهش فکر کنید اینه: در تاریخ 31 مارس 2027 وقتی این پنجره طلایی بسته بشه چه اتفاقی برای بازار میفته؟ آیا ما فقط داریم تقاضای سالهای آینده رو به امروز جلو میندازیم و نتیجهش ممکنه یک لبه قیمت‌های شدید بازار مسکن پس از پایان طرح باشه؟ و آیا این دستاوردهای مالیاتی کوتاه مدت اصلا درمان واقعی برای بحران ساختاری بلند مدت هستند؟ این دقیقاً همون چیزیه که باید روش تأمل کرد. لطفاً نظرات خودتون رو برای من کامنت کنید و از شما عزیزان خیلی ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم به این سوال فکر کنید و ببینیم در آینده این قمار دولت چطور جواب میده. خدا نگهدار.